شما دست به دست هم به سوی مقصد و هدفهایتان می روید. حتما در این میان یک نقص وجود دارد و آن کمبودی عزیزان این است که هیچ وقت با افکار منفی، یعنی نمی شود، نمی توانم، هیچ امکانی ندارد، نمی توان به سوی مقصد و یا هدف رسید. در این باره ناصر خسرو خیلی زیبا میگوید که ای که میکنی اختر خیش را بد، مدار از فلک نیک چشم اختری را. وقتی که شما اختر اقبال خیش را با افکار منفی، نمی شود، یعنی نمی توانم، از عهده‌اش نمی برایم، کسی به من کمک نمی رساند، من نفرانی موافقی ندارم که مرا دستگیری و کمک کنند، هیچ وقت شما به آرزو و هدفهایتان نمی رسید. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه افکار شما، یعنی اندیشه های شما خرابند. به این خاطر پیش از همه باید اندیشه ها را درست و صحیح و کامل کرد. و بسیارا میپرسند که به خاطر آنکه ما افکارمان را درست کنیم چی کار باید کرد؟ بهترین راه آن است که در اطراف خود انسان‌های مثبت نگر و مثبت اندیش را جمع کنید. یعنی اگر در اطراف شما افرادی که هیچ وقت افکارشان نیک نباشد، نمیتوانند شما را یک مصلحت درست بدهند. به این خاطر شما را ضرور است که در اطراف خود نفرانی که افکار منفی دارند، یعنی با همین عباره های نمیشود و نمیتوان، بسیار سر و کار میگیرند و شما را مجبور میکنند که شما هم به این گونه افکار فکر کنید که یکی از خرابی آورترین اندیشه ها را محیط شما، یعنی دوستان و نزدیکان شما، به شما تلقین میکنند و شما را در این گرداب میافتانند و در این وادی یا در این حدود و یا سرحدی که شما قرار دادید رهایی یابیتون بسیار دشوار می شود. به همین خاطر اول افکارتان را خوب کنید، یعنی اندیشه هایتان باید نیک باشند و آن وقت می توانید بدون یگان دودیلگی به هدف و آرزوهایتان نزدیک شوید و به آرزوهایتان برسید. سربلند بمانید عزیزان.